Assalomu alaykum. Savol az jonibi odamایی که تماشا میکنن. سوالش خیلی چیکار حال کردم میشود مثال 9 تقسیم 4 تاری ریشه 7 تاری 7 تقسیم ریشه 7 برای مثال حل کرده تونستن یکمین چیزی که باید بدونی اونه که کدام وقت آسان کار کردن خطی کسرها معنی جمع کردن کسرها یا ترک کردن کسرها اگر که مخرجش باشن عددهای بطون باشن معنیش عددهای ریشگی و مخرج اگر که نباشد مثلا ما اگر نویسیم 5 تقسیم 6 جمع 4 تقسیم 8 این حالت مخرج رو میفتن اصلا یا که این حالت البته که این حالت برای 6 8 عددهای چند عددهای بطونن عددهای حالت چه عددهای مثلا ریشگی که هسته مشکل جمع تر کردن برام خدای موضوع است در ماتماتیکا نام داره اشدان معناش خلاص شدن ای ریشه در مخرج برای خلاص شدن ای ریشه در مخرج هسته دو نمودی حالت لیکن اصلا دو نمودی حالت نه حالت بسیارتره لیکن عادتا دو حالتی هست که چاستا با میخوره تیستی زو میخوره کدوم نمودی حالت اگر که این حالت باشه مثلا 7 تقسیمی ریشه 5 اگر که در مخرج چی باشه یک تا عددی ریشگی باشه و دیگه هیچی نباشه معناش جمع تر نباشه معناش که جمع شونده ها اگر نباشه اما یک تا عدد ایت عدد برای باشه و این حالت برای ریشه خلاص شدن چیکار میکنیم ما و شما ممکن میدونیم که مخرج و سرعت با یک عدد اگر ضرب زنیم کسر هیچی عوض نمیشه همین برای ریشه 5 ریشه 5 با چی ضرب زنیم که 5 شود ریشه 5 با چی ضرب زنیم کنه با ریشه 5 برای که ریشه 5 ضرب به ریشه 5 میشه و چی ریشه 25 ریشه 25 چنده 5 فولی برای اگر که در تای در مخرج یا تعداد ریشگی باشه برای که خواهی که خلاص شده ریشه باید هم پایان و بریشه هم پایان و هم بالا را بچه زرزان نکنه بریشه 5 اگر ما هم خیلی نویسم هیچی معنی داره این معنی را داره که ما ضرب دیسم هم مخرج هم سرعت بچه بریشه 5 ریشه 5 اگر ضرب دادیم با 4 میشه 4 ریشه 5 ریشه 5 اگر ضرب دادیم با ریشه 5 میشه 5 فولی این ما تونستیم که خلاص شیم ای ریشه در کجا در مخرج شما گفته میتونید که اینا در بالا ریشه پیدا شد کو در بالا پیدا شد نام بتش گلانی در پایان ریشه چی گم شد اینا یه حالت شد حالت که در چی در مخرج یک دونه ریشه باشه حالت دیگه اگر که چی در مخرج مثلا چی باشه یه ریشه خالی نیو مثلا فرقی عدد ها باشه یا یکیچی یا سوم ایده عدد باشه فرق رایت ریشگی عددش ریشگی انا خیلی حالاتو دوانتا که فرقی ده عدد جمعی ده عدد معناش سوم ایده عدد این حالت ده ما چی رئیس دایم مریم فرقی کادرات ها را چی معنی داره ا تاری ب ضرب ا جمع ب برابر است با ا کادرات تاری ب کادرات این معنی را داره که اگر ترش باشه با جمعش ضرب میزنیم اگر جمعش باشه با چی با ترش ضرب میزنیم نه حالت چیه فرق عدد های значит هم بالا را هم پایان را با دو جمع ریشه 5 ضرب میزنیم معنیش همین را با همین را پلوس ضرب میزنیم چی میشه اگر همین را هم بالا و هم پایان با پلوس ضرب بزنیم 5 کره 2 میشه 10 5 کره ریشه 5 میشه 5 ریشه 5 انا که دو جمع ریشه 5 ضرب زنیم با دو تاری ریشه 5 چی میشه با دو جمع ریشه 5 ضرب دو تاری ریشه 5 و چی برابر است؟ گفته است که ا تاری ب ا جمع ب برابر است با ا کادرات تاری ب کادرات این معنی را داره بگی در با خودش ضرب زد بگی ریشه 5 با خودش ضرب زد در با خودش ضرب زد میشه با 4 تا میمونه ریشه 5 اگر با ریشه 5 ضرب زدیم چی میشه ریشه 25 میشه ریشه 25 چنده 5 فولی از 4 تاری 5 میگیم میشه 1
مقصد دیگه مخرج میشه مینوس یک میشه. انا می ترس کنیم ما میتونیم چی؟ ای مخرج ای ریشه در مخرج خلاص شوه. ادعا اینجا مثال میفهمم. مثال دیگه مثلا 3 تاری 2 ریشه 5 2 ریشه 7 اینا همسته که مخرج دار ریشه لیکن در اینجا نه فرقی نه سوما مانوش نه ترهی نه جام برام قدر با چیزا میزنیم پروسه با ریشه 7 با ریشه 7 زار میزنیم هم بولورا هم چی هم پایونه ریشه 7 زار 23 میشه 3 ریشه 7 اگر ما ریشه 7 با 2 ریشه 7 زار زنیم ریشه 7 ضرب 2 ریشه 7 2 خالی میستاو ریشه 7 ضرب ریشه 7 چی میتیا 7 خالی میتیا برای چی برای که 7 قرار شلنه ریشه چی میشنده 7 عده قرار چی میشه 14 مقصد در پایان چی باید میشه 14 خالی آنه لیکن اگر که باشه 5 تاری ریشه 8 تاری ریشه 3 چیه که میبینید در پایان چه فرق هست اگر سوما میشه چی؟ یکی سوما باشه در این حالت ما چکار میکنیم گفتیم ضرب میزنیم با چی؟ با همیو لیکن چخیلیش مینوساش اگر مینوسا میبود با همیو پلوساش در این حالت که پلوسا که هسته ضرب میزنیم چی؟ هم بالا را هم پیاده با ریشه 8 تاری ریشه 3 5 کاره ریشه 8 میشه 5 ریشه 8 5 کاره مینوسی ریشه 3 میشه مینوس 5 ریشه 3 ریشه 8 تاری ریشه 3 را ضرب زنیم با ریشه 8 ریشه 3 این چی میگن؟ فرق کوادراتو اگر ما هر دیر از ضرب زدیم قانونش چی بوده؟ یکمش با خودش ضرب میزنیم ریشه 8 ضرب ریشه 8 میشه 8 خونی رو که ریشه 6 رو 8 ریشه 3 ضرب ریشه 3 میشه ریشه 9 با میشه 3 خونی 8 ضرب 5 معنا جوابش میشه 5 این کدام فرمولای آ تاری ب ضرب آ جمع ب برابر است با آ کوادرات تاری ب کوادرات آ کوادرات چیکار میکنه ریشه را میخوره میگم چی این فهمو باشه آن که میفهمونیم مثالی شما را چیکارش میکنیم با هم کن در اینجا ها دولت اجرا کردگیم برای که ریشه خلاص شویم اینجا میبینیم تاره فرقی کو نجبا هم پوینتارش نمیسیم پوینتار نه تقسیم 4 تاری ریشه 7 تاری 7 تقسیم ریشه 7 این مثال هم بودیم نمیسیم برای که شدت فهمو شویم یا که نگیم برای ریشه خلاص شدن ما میبینیم که در پایین چه تر هست چی ما چی گفتم هم بالا را هم پایان را با چیزا بزنیم با همی را پلوساش ایره چی که می نویسن آنخی همین چی ما نداره من داره که همین جمع 4 جمع ریشه 7 موزا بزنیم هم با هم با ای در ایش باشه ریشه 7 خالی هست میگم من ریشه 7 خالی که باشه هم بالا و هم پایان را با چیزا بزنیم با ریشه 7 بیا نکزار بزنیم 4 جمع ریشه 7 با نظر داریم 9 کاره 4 36 9 کاره ریشه 7 میشه 9 ریشه 7 تقسیمی 4 جمع ریشه 7000 داریم با 4 تاری ریشه 7 4 کاره 4 میشه 16 تاری ریشه 7 ضرب ریشه 7 کنیم 7 خالی میشه و برای که ریشه 47 و 16 تاری 7 میتیه 16 تاری 7 میشه 9 تاری ریشه 7 ضرب 7 میکنیم میشه 7 ریشه 7 ریشه 7 ضرب ریشه 7 میکنیم میشه 7 خالی برای که ریشه 47 این هم ما تونستیم که ایخیلی مخرجای ب نمود و ایخیلی مخرجای زیبو برسیم انا که این مخرجا را زیبو کشن در چی آید؟ 9 7 اگر ما پرسیم که مخرج میشه چند میشه تو میگوی 63 برای که 63 تقسیم میشه هم با 9 هم با 7 تقسیم میکنیم با 9 میشه با 7 63 را با 7 تقسیم میکنیم میشه با 9 تا مخرج می چند بوده؟ 63 انا که 7000 میزنیم با 36 7 کاره 6 میشه با 42 درم مینویسیم 4 باریات 7 کاره 3 21 4 باریات خطی 25 جمعی 7 تا بازار میزنیم با 9 ریشه 7 7 کاره 9 میشه با 63 مقصد که 63 ریشه 7 با تاری 9000 میزنیم با 7 ریشه 7 میشه با 63
ریشه 7 انا که 63 ریشه 7 تا 63 ریشه 7 میتیم 9 چی میمونه 252 تقسیم 63 میشود چند؟ میشود 4 جواب چند بوده؟ 4 بوده من اگر تا دیگه خیلی مثالی به همین بودن بوده بود اینو می نویسیم و شوزی حالش میکنیم 8 تقسیمی 3 تا ریشه 7 هر 4 تقسیمی ریشه 8 بو هم کرو میگیم در اینجا فرق چیکار میکنیم هم بولو رو هم کنیم با 3 جمع ریشه 8 ضرب میزنیم ایره چی می نویسم انا خیلی 3 جمع ریشه 8 اینجا در بوش نه فرق نه سوم ایزا چیکار میکنیم بولو کنیم با ریشه 8 ضرب میزنیم یکیش تو فرق گفتم و تنها داده انا که 3 جمع ریشه 8 رو ضرب بزنیم با 5 5 کاره 3 میشه 15 5 کاره ریشه 8 میشه 5 ریشه 8 انا که 3 کاره 3 میکنیم میشه 9 تاهی ریشه 8 ضرب بزنیم با ریشه 8 میشه 8 خوبی تاهی 40 ضرب بزنیم با ریشه 8 میشه 40 ریشه 8 تقسیمی ریشه 8 ضرب بزنیم با ریشه 8 میشه 8 خوبی انا که 9 تا 8 چنده یکای خوبیه با جای 9 تا 8 چی نمیسیم؟ یک انا که اگر من پرسم چیه مخرج می یک 8 میگو چی؟ 8 مثلا میشه هر دی را تقسیم کنیم بسیطر میانتی یا خیلی 15 جای 5 ریشه 8 می‌نویسیم طرحی از بس که 40 به 8 تقسیم میشه با کو 40 تقسیم 8 چنده 5 ریشه 8 تمام مخرج خلاص نیم این را با 1 تقسیم کنیم خودش میشه این را با 8 تقسیم کنیم 5 ریشه 8 میشه 5 ریشه 8 5 ریشه 8 میره و چی میمونه 15 گو همین تمام امیدوارم که فهمید اگر آواز بیزه باشه خیلی بخشش همین قدر میشه